در این همایش دوستان و پیوندان هممسلکان و اهل علم و ادب که در مسکن نور خیرات یعنی کتابخانه ولایتی عاموی به نام تاجخاج اسیری مرکزی ولایت برگزار کرده شد، راجع به راه ایجادی نویسنده خلقی تاجیکستان معروف باباجان گفتگوزار به عمل آورده شد. ذکر گردید که معروف باباجان دوام سالهای طولانی فعالیت مهنتی و ایجادیش که از سال 1968 در کمیته آن وقتی صدا و سیمای تاجیکستان آغاز گردیده، سپس از سال 1986 در وظیفه‌های مختلف اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادامه یافته است. دارای نوشته‌های زیاد که در رمان آچرک حکایه و قصه ها گرد آورده شدند، بین خوانندگان معروفیت پیدا کرده است. کتاب حکایه و قصه هایش با چندین زبانهای خلقهای سابق جمهوری های اتحاد شوروی ترجمه گردیده. خود او نیز چون ترجمان ماهر اثرهای نویسندگان روس را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر نموده است. خدمت‌های شایان معروف باباجان را در نزد خلق و وطن به اینابت گرفته، سال 2004 به او عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان و سال 2021 به عنوان بلند نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید کردند که یکی از وظیفه‌های مهم اتفاق نویسندگان، پیران ادبیات، تربیت نسل جوان ادیبان می باشد. در این ردیف معروف باباجان نیز گرچند که به سن 80 سالگی رسیده باشد هم تا به حال خامه در دست ایجاد میکند و جوانان صاحب قلم و صاحب استعداد را چون پدر به تربیت فرا گرفته در فضای استقلال و صلح و ثبات کشور و درک مسئولیت بلند تربیت نسل نورس و در مجموع جامعه نویسندگان جوان را با دید زمان معاصر و وطن آزاد و آباد به ایجاد مستقلانه آماده میگرداند. خود نویسنده نیز از دوران صاحب استقلالی بالید خاطر است. شکر به عدد که ما در زمان صاحب استقلالی زندگی میکنیم و از سیاست خردمندانه پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت محبوب تاجیکستان محترم امام علی رحمان ما همه خوش و خرسندانه زندگی میکنیم و خاص ایجادکاران تألیف میکنن. اگر زمان زندگی تنج و آسایشته آرام نباشد، ایجادکار هم ایجاد کرده نمیتواند، تألیف کرده نمیتواند. ما باید شکر کنیم که همین خیلی پرزیدنت داریم. پرزیدنت غمخوار، دوراندیش، خردمند، واقعا محبوب خلق.